نمیدانم که این اشخاصی که از اسلام میترسند از چیه اسلام میترسند؟ اسلام با خون رشد پیدا کرد. پیغمبر بزرگ اسلام با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر. اونهایی که هدایت نمی شدند و توطئه‌گر بودند شمشیر بر سر اونها. اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت است. اگر 4 تا دزد را دستش را ببرند در مجمع عمومی دزدی تمام میشه. ما وحشت داریم از اینکه چند هزار آدم از اون کشته شده است. دعوت همین نبود که برن بگن مسلمان شو، اگر چنانچه نشد دیگه برن سراغ کارشون. نه خیر، دعوت میکردن با شمشیر تو سرشون میزدن تا آدم بشند. اسلام از قبل از این که شما ازدواج بکنید با ازدواج شما سر و کار دارد. از قبل از ازدواج